روز 24 اپریل سال 2023 در شبکه‌های اجتماعی دو ویدیوی دهشتبار لطکوب بی‌رحمانه نوازکاران از جانب سربازان سابقه‌دار نشر شد. زمان و مکان ثبت این ویدیو معلوم نیست. در ویدیوها دیده می شود که کهن سربازان نفس سربازان را اول یک به یک به نزد خود میخوانند و با یک تخته به جای نرم بدن هر کدامش میزنند. سپس نوازکاران را قطار میکنند و اول یکی از کهن سربازان از پهلوی هر کدامش گذشته هر نوازکار را در بر رویش با تمام قوت چند چپاتی زده میگذرد. به دنبال او از پهلوی قطار نوازکاران کهنه سرباز دوم یک تخته در دست و هر نوازکار را در بالای سرش با تخته با تمام قوت چند ضربه میزند. هنوز این دو کهنه سرباز کار خود را تمام نکرده. کهنه سرباز سوم به این معرکه درس ادب دادن نوازکاران امر می شود و یک نوازکار را مجبور می کند که در روی فرش در حالت نیمخواب بایستد. او در همین حالت او نوازکار بیچاره را با تمام قوت به قسمت شکمش بایست شتاباران می کند. در نوار دیده می شود که نوازکاران بیچاره از اینکه به چنین یک قصابخانه افتادند سخت ترسیدند و یگان نفرش حتی جرأت مقابلت نشان دادن نمی کند. این ویدیو در حال نشر شد که در تاجیکستان موسم بهاری دعوت به صف قوه‌های مسلح ادامه دارد. این موسم از 1 اپریل آغاز یافته و تا 31 می دوام میکند. مقامات وزارت مدافع، قشون‌های مرزبانی، قشون‌های داخلی و دیگر بخش‌های قوه‌های مسلح تاجیکستان تا کنون این ویدیوها را شرح ندادند، ولی نوارهای نشر شده خشم کاربران را برانگیخته است و بسیاری‌ها از مقامات حربی جمهوری طلب کردند تا این قصاب‌ها در لباس سربازی را پیدا کرده به سخت‌ترین مجازات بکشند. از جمله ژورنالیست یعقوب حلیموف نوشته است این نوار را چگونه می شود شرح و تفسیر کرد. 30 سال از تأسیس نیروهای مسلح تاجیکستان می‌گذرد. 30 سال شکنجه و آزار سربازان از بین نمی رود. من اطمینان دارم حالا تمام تلاش برای پیدا کردن و جزا دادن ثبت کننده و پنگ کننده نوار خرج می شود. اگر شکنجه دهنده ها جزای هم بینند رسانه‌ای نمی گردد. به این حال جوانان را به ترسویی و بیناموسی عیبدار می کنند. شرم‌آور است. اگر سرباز در سنگر حفظ وطن شکنجه بیند یا کشته شود افتخار است، اما این حالت و همه حالت‌های دیگری که پنهان میمانند تنها و تنها ننگاورند.